سلام. ویدئوهای قبلی رو دیدین؟ تو این ویدئو هم یه شهرگردی میکنیم تو شهر ازمیر، چند تا جای دیگه شهر ازمیر رو میبینیم و بعدم هیچایک میکنیم میریم به سمت فتیه و کادیکوی. فقط لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ویدئو رو ببینید. اون روز اینا رو دیدم فکر کردم تنبک و میل زورخونه است، بعد فهمیدم که نه، اون بطری نوشیدنی، اینم لیوانشه، اونم ماهیه. این مراسم توی یکی از پارک‌های ازمیر داره برگزار میشه و بزرگداشت آشیک ویسل، شاعر و نوازنده باقلامای معروف ترکیه. این آپارتمانی که ارام توش زندگی میکنه، اونم بالکانشه که متاسفانه گذاشته برای فروش و ارام دیگه احتمالاً بعد از فروخته شدن آپارتمان بعد اینجا تخلیه کنه. قیمتش هم 2 میلیون تله گذاشته برای فروش که حدود 5 میلیارد خودمون میشه. خب یه ذره از این خیابونای فکر کنم بهم گفت آقای فیلم بردار، فکر کنم اینجا توی مسیر دوچرخه و موتور دارم البته قدم میزنم، میکنم کنار. آره یه ذره خیابونای ازمیر رو ببینیم. این خیابونی که لب ساحل رو من خیلی دوستش داشتم. ما تو ازمیر مهمون ارم بودیم. ارم که قبلا اومد با دوچرخه سفر کرده بود به ایران و شیراز اومد و بعدم از اونجا رفتن به سمت پاکستان و هند. دیگه یهو کار براش پیش اومد و از هند برگشت اینجا و ما هم دوباره دیدیمش. این که لنجا و قایقا رو رستوران کنن منو یاد خرمشهر میندازه. رقص کردی هم که دیگه همه جا توی ترکیه جایی پیش میاد که ببینی اینجوری وایسادن دور همو دارن میرقصن. امشب میرزا قاسمی درست کردیم. ببینیم چند در اومده یه وعده میرزا قاسمی. بادمجان اومد ولی پاتریک هم که نوشته 1/2 کیلو شده 15 و 43 تله، کلات نصفش استفاده کردیم، بگو 7 تله. گوجم این آخریه، دوماتس همش استفاده کردم، 1 کیلو خورده شده 20 تله. این 27 تله گوجه و بادمجونشه. 3 تا تخم مرغ زدم، هر کدوم 3.5 تله حساب کنیم حدود 10 تله تخم مرغشه.
و 2 تا نون هم که حساب کنیم 5 تل هم 2 تا نونه 10 تله. در مجموع یه چیز حدود 50 تله. یه میرزا قاسمی برای 2 نفر یا الی 3 نفر یه چیز حدود 50 تله در اومد. تو کامیک بوکای پسر پرسپولیس هم بود، ولی خب کامیک بوکاش اکثرا به زبان ترکی بود به غیر از این یکی جارا فولز که من پرش داشتم و خوندمش. برای اولین بار، اولین تجربه کامیک بوک خوندنم بود. طرح‌ها نقاشی‌ها عالی بود ولی داستان متوسط بود. یا آخر هفته، البته نه معمولی چون که عید قربان هم هست، یا آخر هفته شلوغ توی ازمیر لب ساحل. اینجا اومدیم توی یکی از کافه های شهرداری که رو کوه تو ازمیر و اینم بگم که همه کافه های شهرداری هم ارزون نیست. توی این کافه یه چای ساده 35 تله است و قهوه دیگه سر از 90-100 تله در میاره. خانم هم ظاهرا که آینده شما رو پیش بینی میکنه با آپشن انگلیسی. حتی شما کف دستتو میذاری برات کفخونی میکنه. اینجا هم که وندینگ ماشین سیگار دارم. حالا اینکه سن قانونی شما رو چجوری متوجه میشن رو نمیدونیم. این غذا هم از اسمش هست کوکورچ. اونجا داشته کوکورچی. این آقا جمیل اوستا داره برامون درست میکنه. اینم ساعت 12 شب محله برنوای ازمیر. حسابی همه بیدار، البته که تعطیلیه. اینم خونه مورد علاقه من تو این محله. این نیمکت‌ها توی پارک پنل خورشیدی گذاشتن و پورت شارژ گذاشتن که شما بتونید گوشیتون رو شارژ کنید. ولی بعدا که درختای روی نیمکت بزرگ شدن دیگه خورشید اینقدری نور نمیندازه روشون. توی محله برنووا ساختمونای زیادی هست که بعضیاشون 200 سال یا بیشتر خدمت دارن و عمارت‌های بزرگ و زیبایی مثل این عمارت اینجا دیده میشه. این عمارت الان به عنوان یک آرت استودیو هنری استفاده میشه که دیگه از همون عمارت هست که الان به عنوان وزارت گردشگری داره ازش استفاده میشه. هم قیمته ملک توی محله برنوای ازمیر، قیمته فروش. بالکن توی معماری ترکیه و تو فرهنگ ترکیه خیلی چیز مهمیه و خیلی پیش میاد که تو بالکن بشینن، صبحونه بخورن، نهار بخورن. اینم ویوی شهر از بالا. اون سمت هم که دانشگاه اژه است. مسجدی که صدای اذانش هم الان توی پس زمینه داره شنیده میشه، داخل محوطه دانشگاه اخیراً ساخته شده و کلی دانشجوها اعتراض کردن به این قضیه که چرا باید داخل محوطه دانشگاه مسجد ساخته بشه. میگروس یکی از همون فروشگاه‌های زنجیره‌ایه که قبلا بهتون معرفی کردم. میگروس ها بر اساس اینکه چقدر بزرگ هستن 2M، 3M، 4M و 5M بزرگترین میگروس تو ترکیه است. این یه میگروس 5M که ما رفتیم که حتی لوازم خونگی و یخچال و ماشین لباسشویی و دوچرخه و موتور و همه جور چیزی دیگه داره. کنه QR کد میگروسکوپ شما میتونید تخفیف‌های میگروس رو آنلاین ببینید. ام میگروس یا میگروس 5M بزرگترین میگروس کل ترکیه است که داخل یه مرکز خریدی
واقع شده که بیشترش یه طبقه و دو طبقه است و با فضای باز این شکلی یه مرکز خرید جالبی. اینجا هم با ارم اومدیم بار مورد علاقه ارم پاتوقش که یه ذره استراحت کنیم و یه چیزی بخوریم و بریم دیگه ادامه شهر. آقای جوانی که اینجا وایستاده و داره کتاب میخونه واقعا توی کتابش متن نوشته و متنی که نوشته شده وصیت‌نامه آتاتورک برای جوانانه که مثل اینکه جوانای اینجا باید توی مدرسه حفظش کنن وصیت‌نامه. هم پیتزا هات و این هم قیمت های پیتزا هات. چیزی اینجا هست که برای من جالب بود که چیه و کلی بهش فکر کردم ولی متوجه نشدم تا اینکه پرسیدم. بچه ها گفتن اینا که حالت سنگ داره توی یخچال میذارن حسابی خنک میشه، بعد برای نوشیدنیشون استفاده میکنم به جای حبه یخ. ما وقتش رسید که از ازمیر بزرگ بزنیم بیرون. بازم مشکل شهرهای بزرگ و هیچایی کردن اول مسیر. شهر سلجوک خیلی شهر تاریخی و هر طرفش که نگاه میکنی یه جای تاریخی هست و افس هم شهر افسوس هم توی همین نزدیکی هست. منتها ما که پرسیدیم بلیتش ظاهراً 400 پله است که ما داشتیم به 200 فکر کردیم مثل آکروپولیسه، داشتیم فکر میکردیم که یه جوری بریم ولی 400 دیگه خیلی بیش از حد زیاده و کنسل قضیه. اینجا هم مسیر ما دیگه از افسوس جدا میشه. من خیلی دوست داشتم افسوس رو ببینم ولی شاید بمونه برای سفرهای دیگه. مرسدس بنز مدل E320 دوستمون مدل سال 95 2 ماه پیش خریده 310,000 لیر ولی میگه که الان حدوداً 550,000 لیره که منم توی سایت ها چک کردم همین حدوده، حتی بیشتر از این هم بعضی جا هست. این هم از دریاچه بافاگلو. این دریاچه هست که میگفتم بافاگلو. Bu deniz değil, tatlı su. گلو. Su, tatlı su. میگه که دریا نیست، دریاچه هست و آبش هم شیرینه. تو ترکیه دیگه اینقدر که دریاچه زیاد دیدیم دیگه برامون کاملا تکراری شده. از سمت دریاچه وان که اومدیم تا حالا کلی دریاچه دیدیم. یه رستوران بین‌رایی با این غذای جذاب یه غذا بخوریم و بریم ادامه سفر. این هم سفره رنگینمون.
رستورانش انگار که یه خانواده‌ان و خودشون رستوران رو میگردونن و همشون دور هم دیگه با هم دارن کار. عکس آتاتورک که تقریبا همه جا توی ترکیه هست و هر طرف که برگردی میبینیش. این نون گزلمه است که دارن آماده میکنن خمیرشو. چندین و چند بار هی خمیر رو باز میکنن و دوباره رول میکنن که حسابی نازک بشه. این هم از گزلمه که آماده شد میره برای سرو شدن. جعبه مداد رنگی اگه میشد. امروز چند تا از این هلیکوپترها تو آسمون دیدیم. من حدس میزنم شاید آتش سوزی در جنگل شده یا همچین اتفاقی افتاده. بازم یه دونه هلیکوپتر دیگه بازم یه چیزی داره دنبال خودش میکشه. آقای جوان با این مینیبوس سوارمون کردم و قرار شد تا مولا باهاشون بریم. ترافیک تعطیلات عید قربان جاده مولاست. تعداد ماشینا واقعا زیاده. Am I safe for walking out on us? Oh, or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Oh, luck was not enough. هیچ هایک به سبک شیرازی. I opened my eyes. Tonight I feel like waking to دیشب بعد اینکه دیگه ناامید شدیم که ماشین گیرمون نمیاد تصمیم گرفتیم تو همین شهر کوچیکی که اینجا هست کمپ کنیم و بخوابیم و امروز صبح دوباره تلاش کنیم برای هیچک. برای یه فاصله 1.5 ساعت که مونده بود تا فتیه ما حداقل 3 ساعت سر جاده وایسادیم ولی خبری نشد که نشد. ساعت اسمش از کاترانجی بی که اون طرفش مثل اینکه اجازه کمپ هم میدن. شاید ما یه روز بریم اونجا کمپ کنیم. بعد اینکه 3 ساعت دیروز نزدیک 1 ساعت هم امروز معطل شدیم برای هیچ‌هایک، این دوست جذابمون ایشون کاپیتان یات هستن. تتوی دستش هم راجع به همین موضوع هست که من ازمیر هستم ولی تو فتیه زندگی میکنیم و خیلی کلی داستان با هم تعریف کرد. از سفرهایی که رفته، از زندگی که با من یک کاپیتان کشتی داشته و از شهرهای مختلفی که تو ترکیه زندگی کرد و میگه یه فتیه از همشون باحال‌تره، کلی جای دیگری داره، کلی کار هست که فتیه میشه انجام داد و تو شهر دیگه نمیشه دیگه باهاش تا فتیه میریم. سلام علیکم. سلام. این ساحل بسیار زیبای فتیه که کلی هم قایق تفریحی کوچیک و بزرگ توش هست و اون کوهی هم که اون بالا هست کوه بابادا هست
که ظاهرا تلکابیدم تا بالاش میره و یه ویو خفن خوب داره. سران ترکیه، سران ترکیه همه اینجا جمعن و در رأس همشون مصطفی کمال آتاتورک. آلپرسلان، مولانای رومی یا به قول خودشون مولانا جلال الدین رومی. دکمه هم که همه جای شهر فتیه هست، ولی تاکسیه که شما 2 ثانیه این دکمه نگه دارین، تاکسی براتون میاد همینجا وایسته. تفریحات اطراف فتیه است، پاراگلایدینگ، سافاری، هورس سافاری، پاموکانه که رد شدیم ازش، جای تاریخی، رفتینگ و غواصی و تورای آیرگردی، سکلیکند که یکی از دوستامون رو حتما بریم. بالادنیز هم که دریای اینجاست، باز چند تا جای تاریخی دیگه، سکلیکند، یاکا پارک یا گیزلیکند که آبشاره، زیپلاین. این هم کل برنامه توراشونه. قیمت باقلباهایی که توی وان حدود 65 تا 100 خورده تله بوده که استانبول تا 850 تله هم رفته بود، اینجا حدود 250 350 است. فتیه با مینیبوس داریم میریم به سمت کایاکوی که بلیتش الان 28 تله است. رسیدیم به کایاکوی، جایی که قراره کار داوطلبانه انجام بدیم. داستانه کار داوطلبانه و کایاکوی رو تو ویدئوهای بعدی براتون تعریف میکنم.